سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. امریکا 40 بال طیاره با افغانستان کمک می‌کند. منابع میگویند مقامات امریکایی در سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن وعده کردند که با افغانستان 38 بال طیاره بلک هاک و 2 طیاره جنگی آی 29 کمک می‌کنند. همچنان مقامات امریکایی گفتند برای تقویت قوای هوایی افغانستان کمک‌هایشان را دوام می‌دهند. افغانستان اکنون 160 طیاره گوناگون دارد و بر اساس معلومات وزارت دفاع ملی 100% عملیات‌های قوای هوایی از سوی طیاره‌های افغانستان انجام می‌شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی توزیع 10,000 نمره زمین به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و شهدای مهراب را با اعطای سند ملکیت و شمار از مستحقین رسما آغاز کرد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفت که امروز ما نمره‌های زمین را به خانواده‌های شهدای توزیع می‌کنیم که به خاطر حفاظت از عزت این خاک جان‌هایشان را فدا کردند و ما به عنوان مسئولین دولت به این قربانی ارج می‌گذاریم. صالح صدای رسای آلمان را در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی ستایش کرد و گفت این دو قشر نسبت به همه اقشار جامعه مستحق میباشند. هیئت مدیره بانک جهانی بسته جدید کمک این نهاد برای افغانستان را تصویب کرد. این بسته جدید کمکی که مقدار آن 132 میلیون دلار اعلام شده است بلا عوض است. این بانک افزوده است که بسته جدیدی در جهت تداوم روند اصلاحات بنیادین، بهبود مصارف اداره دولتی و تامین شفافیت ملی، تقویت حکومتداری و دستیابی افغانستان بر رشد اقتصادی از طریق تشویق سرمایه‌گذاران داخلی خصوصی کمک شده است. طبق معلومات بانک جهانی صندوق بازسازی افغانستان نیز 300 میلیون دلار جدید را برای حمایت از این برنامه کمک می‌کند که در مجموع کمک مالی جدید به 432 میلیون دلار می‌رسد. هند در 8 سال گذشته در 34 ولایت کشور 363 پروژه‌های بزرگ و متوسط را تطبیق کرده است. وزارت اقتصاد در یک خبرنامه گفته است که هزینه عمومی این پروژه‌ها 83 میلیون دلار می‌شود که در 34 ولایت بیش از 6 میلیون تن از آن بهره می‌برند. خبرنامه می‌افزاید در این پروژه‌ها 106 آن ساخت مکاتب و کلینیک‌ها میباشد، 87 پروژه از وزارت صحت عامه، 47 پروژه از انکشاف دهات و 24 پروژه مربوط به وزارت زراعت می شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که در 5 ماه نخست سال جاری میلادی صادرات افغانستان 15% افزایش یافته است. میرزمان پوپل رئیس انکشاف صادرات و سرمایه‌گذاری این اتاق گفته است صادرات از طریق دهلیزهای هوایی بیشتر شده است. با گفته او تاجران افغان در 5 ماه نخست امسال 3800 تن صادرات داشتند که ارزش آن 68 میلیون دلار است، در حالی که این رقم در 4 سال گذشته 18,000 تن کالا با ارزش 476 میلیون دلار صادرات بوده است. و افزوده است که این کالاها شامل قالین، میوه خشک و محصولات حیوانی است که به کشورهای اروپایی، دبی، چین و برخی دیگر از کشورها صادر شده است. ساخت بند شورابک در بدخشان تکمیل گردیده است. اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید کار ساخت بند شورابک 100% تکمیل گردیده است. موضوعات استملاک آن حل شده است. توربین‌ها و جنراتورهای آن نصب شده و تست آزمایشی آن نیز با موفقیت انجام شده است. مقامات گفتند این بند در روزهای آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. 45 میلیون یورو هزینه ساخت این بند شده و ظرفیت تولید 7.5 میگاوات برق را دارد. کار ساخت لات دوم کندهار سپین بولدک 75% پیش رفته است. این سرک 39 کیلومتر طول، 11.2 متر عرض و 10 سانتی ضخامت دارد. وزارت فوایدنامه میگوید با تکمیل این سرک سهولت‌های زیاد برای تاجران فراهم خواهد شد. مقامات از آغاز کار ساخت 10 دیوار استنادی در پکتیا خبر می‌دهد. محمد حلیم فدایی والی پکتیا میگوید این پروژه 36 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و در ولسوالی‌های دندپتان، شواک و احمدخیل تطبیق می‌گردد. وی می‌افزاید با تطبیق این پروژه صدها جریب زمین زراعتی از خطر تخریب دور می‌شود و هزاران تن از تطبیق این پروژه بهره خواهند برد. کار ساخت یک سربند و شبکه آبیاری به ارزش 20 میلیون افغانی در ولایت لوگر تکمیل گردید. مقامات گفتند این سربند و شبکه آبیاری 474 متر طول دارد و ظرفیت آبیاری 22,000 جریب زمین را دارد. در این اواخر حکومت افغانستان توجهش بر مدیریت آب را افزایش داده است. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.